میگم آقا مهدی خیلی خوش گذشت امروزو. آره به منم خوش گذشت. میگم تشریف بیار خونه ما. نه داداش من تعارف ندارم با تو که. ببین حرف مفت میزنه، دقیقاً تعارف داره. قربون آقا نوکرتم. سلامت. جای دیشب رفته بودیم بشلن خونه آقا جواد. بسته خدمت شما. دست شما درد نکنه. چقدر شد؟ 150. به جون تو اگه بذارم حساب کنی من حساب میکنم. دقیقاً میخواد من حساب کنم. حرف مفت میزنه. داداش بذار من حساب میکنم. جون تو من حساب میکنم. تو رو برو. نه دایی آروم باش. علیکم خوب هستین شما؟ میگم که عشقم من فردا با رفیقام میخوام برم شمال، اجازه میدی؟ برو خوش بگذره. این دقیقا میگه برو کوفتت بشه، یعنی برگردی پارم میکنه. قربون شما خیلی ممنون، لطف کردی. کار نداری؟ یک ایران ناصرونه بلبل با